جان عزیزم منو دستم بنده نمیتونم سوس بشم برای تو که. بابا زشت میمون. خوبه؟ دیروز یه دونه گوشی آوردم واسم شوک زدی روشن شد. بله. دستت درد نکنه. اینم یه زحمت میکشی واسم این کاراشو بکنی؟ داداش این باتری ماشینه بعد ببرم پیش اسخر باتری پرایده. ببر اینو تا نزدم تو کلت. تعمیرات داری؟ بله. کابلو برای من تعمیر میکنی؟ کابلو؟ بله. چیشو تعمیر کنم داداش؟ نگاه کن سنجل نیستم که کاب تعمیر نمیشه بعد اینو عوضش کنی. برو گم شو بیرون. بارا سلام خانم ربی. حال شما خوبه؟ این آقا تو LCD شکسته بود. من تو کانتکتاش یه عسل‌نامی دیدم. گفتم یه چک کنید ببینید کیه. نه خواهش میکنم این حرفا چیه؟ عزیزی خدا نگهدار. تو تومن ما رو نمیاری بدی آره؟ ماه پیش این گوشی و شارژ شما زحمت کشید درست کردی. این ماه که قبض اومده 50 تا 55 تا قبض اون بیشتر اومده. سطح کرجم آبش کم شده به نظر تقصیر ماه. نمیدونم. نمیدونی نه؟ نه. آقا ربطی نداره. رب نداشت. گند کثافتا رو نکش. چشم. این گوشی من تونتون خاموش میشه. باتریش داداش. چیکار باید بکنیم؟ بعد 3-4 نفر بشیم هول بدیم بعد باتریش عوض چه سوالی میپرسی؟ خب الهی با امید تو شروع کنیم که کاسبی و خب تموم شد. کف هموم کاشیه اداره برق دستت درد نکنه.